همه عشقای من، امیدوارم که هر جا هستید سلامت باشید. امروز اومدیم کمپ بزنید تو جنگل، ادامهش خودتون میبینید. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، همونطوری که میبینید الان ما تو جنگل هستیم و اون قسمتی که آتیش قرار بکنیم و همین دیگه. این قسمتی که زیراندازمونه و الان اولین کار چیه؟ اولین کار یه چند تا چوب جمع میکنیم، آتیش کنیم، بعد صبحانه رو بزنیم، بعد همین دیگه کلا میریم یه ماهی بگیریم. خب بریم الان فعلا چوب جمع کنیم برای آتیش. خب الان چیکار کنیم؟ 2 دقیقه لس بده. لس یعنی چی؟ یعنی ایسو. سلامتی قلبی که شکست ولی هیچ وقت لباش تیز نشد. پسر اون بنزینه پسر. پاز نگیر. خب بریم ادامه کن. فاصله رعایت کن. آبه. عالیه. چه فونسر. بعد بنزین مرد رفتم ما آتیش سوزی کنیم. لازم میشه. آتیش سوزی میخوام درست کنیم. برو آقا. بریم چوب جمع کنیم. هیا برو. اندر گازه تمام. این سومین تلاشه. ببینیم چی میشه. باز خاموش میشه. لا اله الا الله. الان میخوایم املت بزنیم. برای املت الان یه دونه کره رو بریزم کمه. چند تا آوردی کلا؟ یه دونه. کلا یه دونه آوردی؟ کلا یه دونه. نصفش کن. نصف. با چی نصف کنم؟ چاقو. گاز بده. بیوره. ببین الان چجوری نصف کنم بعد. واسه دارکوبا. میشنوی. اینقدر لال شد. آو. نصف نشد. کردی الان با دست. آقا نصف شد. بهداشت رعایت کن. بهداشت خط قرمزمونه. آره. تنها چیزی که رعایت نمیکنه. بریم سراغ آتیش. ببین آتیش چیکار کرد. ما سوخت. ماهر یه چیزی. قاشق نیوردیم. راست میگی. راست میگی. قاشق نیوردیم. استغفرالله. الان چیکار کنیم؟ اینا آقا فیلمبردار صحنه رو بگیر. حرارتی داری ناموسن. خب آقا این از رب و آب و کره. حالا اینا رو باید قاطی کنیم با هم. میدونم داستان چیه. آتیش داره خاموش میشه. مگر بخور. خب آقای فیلمبردار نظر راجع به این چیه؟ عالیه. عجب املت میشه. بسیار عالی. بهداشتم توش رعایت شده. اصلا ناکن کامل بهداشت میبینی توش؟ من دارم عکس بهداشت میبینم. خب اینو میذاریم. حرارت رو نگاه کن. وقتی دو تا موادی میان کم. خب این میدی الان چیش کمه؟ تخم. ای کاش تخم مرغ داشتیم ناموسن. رسیدیم به بحث جذاب تخم مرغ. خب یکی تو معیار یکی من. یعنی چی؟ بشکنی صحنه رو نگاه کن. بی صحنه رو بگیر. ببین صحنه رو. بیا پس گوز نکن انقدر. اینا بس سری باش. میخوای تو این جامعه گرد بشی باید سری باشی. اینا بعد کوپوس تو پوست مینداخه دیگه. راپونزیل مهم نیست. 4 تا واسه باید سختی بکشی اینجا. همه رو بزنم. چند نفر 3 تا. آره دیگه همه رو بزن. همه رو بزن. همه دست پایین‌تر بگیر سر. اینا رو من میتونم یاد بدم که به این املت. آقا من یه نظر چیه؟ من که انگشت پامم میخورم. دقیقاً. خب آقا الان یه بحثیه. الان ما قاشق نداریم با چی بخوریم؟ نونم نگرفتیم. کلوفتی اشاره کردیم. نونم نگرفتیم. با دست میخوریم. نون نگرفتیم.
اصلا املت با دست خوردین تا حالا؟ آقا بس دیگه زیاد داره خوش میشه بریم. نه وایس بریم. نه خوش من دوست ندارم. خب همونطوری که می‌بینید دور فیلمبردار ما بهش فشار اومد و اومد سریعتر بخوره دیگه. واسه آمبولانس زنگ بزنین. بیا آقا بفرما. آقا بفرما. خدا وکیلی چه املتی شده؟ نه نمک داره نه زرچوبه داره اصلا نفهمیدم چی شد. ناموس نمک رو نیوردی؟ نه اصلا هیچی نیورده. در اولش خیاشور هستی. غذایی که میخورین آتیششو من دادم. تخم مرغی که میخوری پولشو من دادم. پولشو شما کی دادی؟ ارفان تو چیزی ندادی؟ من تخم همه چیشو من خریدم. آخ وا ویلا لیلی دوست دارم خیلی. واقعا غذا بی‌نمک حال نمیده. بلند شو برو. آره برو. بلند شو برو. آقا بلند شو برو. آتیش خاموش شد. بلند شو. آتیش این غذا رو من دادم. بلند شو برو. من اصلا بهتر اصلا. ما از ساعت 9 صبح ما الان هیچی نخوردیم. الان ساعت چنده؟ ممنون. پسرا رو دهنی خوردن هم دیگه حساس. جنبه ندارین اصلا به خدا. اصلا جنبه ندارین. والا این کارا چیه ناموسن؟ جنبه نداره غذا بیرون نیا. والا. مشکلیه؟ مشکل داری بگو. حلش میکنه. آقا مرد گوشتی هم سر کجا نمیبری فیلم مرد گوشتی آقا؟ من برم ما این دوتایی میخوام بخوریم. من برم قاشق پیدا کنم دیگه. این آخرین لقمه بود. نکن میافته آقا این چه کن؟ نمیخوری؟ من یه تیکم بخور. خب این هم از صبونه. صبونه چطور بود؟ عالیه. صبونه چطور بود؟ نمک نداره. تو اصلا هیچی نگو. شروع جبرانش کرد. نیوردیم نمک نیوردیم قاشق نیوردیم آقا. خودمون آوردیم شانس آوردیم. الان مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعد یکم استراحت میکنیم بعدا میریم حالا بازی ماهیگیری جایی میایم. اینم از آقا عرفان در حال شستن ظرفا. قربانه این کار شما باید انجام بدی. چرا؟ نمیدونم. نه تموز نکش چاقو نکش توش خط میافته. محیطای مادر بزرگم. آره امانت نو پشتش بگی ببینم. نو بی تو همه دستی بزن. نیازی نیست دیگه. همین شد؟ آره دیگه مایه نداری همین میشه دیگه. آقا مگر مایه رو یادش رفت بیاره. ویور ببین ویور نه. بچه من داشتم میومدم با کفش رفتم تو آب. یعنی بدتر از این قضیه نیست. الان دوباره نرو. دوباره رفتم. آقا معیار رو میبینید داره چایی درست میکنه. چای مایتابه‌ای داریم امروز. به ما چون کتری نداشتیم داریم تو مایتابه درست میکنیم. به اصلا این اشکالی نداره. امیدواریم خوب در بیاد. ببین امکانات صفر استعدادم صفر. بله خدا. اصلا تو ایران کسی چای یکم جمله ایراد نداشت؟ نه درسته. چای مایتابه‌ای کسی درست کرده؟ خیر. ما اولین باریم. گینس ثبت کنه. یوتیوب this is گینس چای مایتابه‌ای. آقا به به این ویو. به این ویو. به. خب آقا معیار الان ما کجاییم؟ مکان کجا من؟ بله آخر چای باغیم ما.
آره آقا اونو تکون نده بذار صداتون متوجه بشیم. چای باغ یه دونه روستا داخل شیرگاه میشه نزدیک قائمشهر. بسیار دیدنی زیبا. داش از من چرا میگیری؟ توضیح بده. من یکم بخون برامون. بعد نیست. یکم بخون حالا اشکال یاد میگیرم فراموش میکنم. یکم بخون. بعد نیست حقیقتا. یکم بخون. چای بشه. چایمون داره میپزه. اذیت ما رو نما کن. ما اونور داریم زحمت میکشیم چای درست میکنیم. آقای فیلمبردار نشسته اینجا چیپس ها کرده داره میخوره. آب چرا کم داره میشه؟ هرچی میزنم باز کم میشه. معیار عقل داری تو پسر. خب این در نداره بخار میشه. آب تمام شد. بذار یه دو لیوان دیگه بریزم. نه من میگم چای نپتون رو بدون توش. اما 3 تا 1.5 آب ریختیم همینجوری داره بخار میشه میره. کی جوش میاد این؟ نپتون رو بدون توش. الان اوکیه. اوکی. ببین بچه الان چی میشه. فقط نگاه کنید. من میگم کلا برش درست. نگاه کن رنگ میده پخش کن. نگاه کن. به. این است قدرت مایتابه. بزن لبه خودش میشه. بچه 2 دقیقه دیگه نگاه کنیم چای ببینید. زدم مثلا آتیشی. 2 دقیقه دیگه نگاه کنیم ببینید این چای چی میشه. با نخندخی داخل. مرسی. خواهش می‌کنم. به این چایی گفتم 2 دقیقه دیگه ببینید چی میشه. به آها چه کردی؟ نکردم چای قبل. الان من یه سیاه میگه برید دیوونه کردی. الان یه سیاه میگه الان میذاری من حرف بزنم. الان یه سیاه میگه بریز رو چای بریز تو لیوان آب میشه. نه نمیشه. حالا ببین دیگه. اینا ضد آبه بابا. ضد آبه خودش ربطی داره. ببین چای خون کفتری میزان مایتابه دست کنه عادیه داداش. واقعا خون کفتری شده. ناموسا خون کفتری داری؟ آره خون کفتری. خونه کفتر چایی. آقا 2 تا لیوانه یه لیوان دیگه بکش بیرون. آقا الان یه سیوان داره میگه ما داریم برای بقا میجنگیم. از اون اول که قاشق نداشتیم. بعد رفتیم جلوتر نمک نداشتیم. الان قند نداریم. قند ببین سلامتی خوب نیست. ما زندگی پولداری داریم. مثلا میدونی که ثروتمندا بله 100%. سلامتی واسهشون مهمه. چای خالی بخور کیف کن بیا بزن. 100%. بیا این بار تو. آقا این کدره چاییش. اشکال نداره مشکل از آبشه. یه خورده آتشخوارم از بالا درخت ریخت توش. من اینو نمیخورم. چرا؟ یه حس مثلا زحمت کشیدم اونجا 4 ساعت داشتم مایتابه آبش جوش می آوردم. آتیشش درست کردم. بگی کوف کن.